کسی تو عالم جرأت میکنه سخن از عادی سازی بگه؟ خود کشورهایی که عادی سازی کردن جلوی امت خودشون میتونن سرشون رو بلند کنن، جلوی ملت خودشون و مردم خودشون میتونن سرشون رو بلند کنن. از یمنی که شجاعانه امروز در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده، با همه وجود باید تقدیر و تشکر کرد. شکر الله مساییکم الجمیع. باید بارک الله گفت. یمن شجاع مقتدر غیرتمند امروز داره دفاع میکنه از مردم مظلوم فلسطین و مردم مقتدر فلسطین. من به حقوقدانان اون دادگاه پیام میدم امروز در مقابل خداوند متعال. ولكن يا أخي الكريم، إذا كنت مسلما ضع إعجاب واشترك في القناة، وإذا كنت يهوديا فتجاهلني.